از وسعت گرفتن تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری در حدود شهر حصار ساکنان دهه دهبد جماعت دهاتی به نام میرزا ترسونزاده روحبلند گردیده در پیروی به اقدامهای سبز و خرمگردانی و آبادانی محل زیست دست جمعانه به منفرش‌کنی زیاده از 5 کیلومتر راههای بین دهه آغاز نمودند. ساکنان و صاحبکاران دهه با عزم و اراده قوی اقدام گرفته جهت انجام دادن این عملی نیک با هم‌آوازی یکدیگر مبلغ جمع‌آوری نموده در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی راههای داخل دههشان را اسفالت پشت کرده ایستادند. برای با صفت انجام دادن تعمیر راه تکنیک‌های معاصر راهسازی سفربر گردیده از مصالح خوش‌صفت وطنی استفاده برده می شود. اکنون در جاده‌ها حرکت همه گونه نقلیات به ممانعت صورت گرفته باشندگان دهه می توانند از این راه‌ها ثمرناک استفاده برند. ساکنان از آن خوشحالند که بهر آبادی یک گوشه دیار و بهبود بخشیدن شرایط زیستشان سهمگذاری می نمایند. منفرش‌کنی راه‌های داخلی دهه را اقدام گرفتیم که با مسافه 5 کیلومتر مثل از حساب نایبکارای داخلی دهه و بچه‌هایی که در اصل همین دهه هستند در حساب همون مقصد ما همین راه‌ها را منفرش می‌کنیم. خصوصا از آن هستیم که امروز دهه ما کارهای آبادانی از جمله بنیاد مکتب، تعمیر راه‌های داخلی دهه و چراغ‌کنی و عوض کردن سیمچوب‌ها ادامه دارد. مردم با دست و دل گرم برای آبادانی محله سرجم کار کرده ایستادند. بعد اسفالت پشت نمودن کوچه ها با عوض سیمچوب ها و خط انتقالی نیروی برق همزمان چراغانکنی کوچه ها نیز ادامه داده می شود. قابل قید است که تا امروز در حدود دهه بنیاد بینای علاوگی مؤسسه تعلیمی که دارای 16 صنفخانه و 2 اتاق کاری می باشد با سهم یکی از صاحبکاران خیرخواه ادامه داشته در برابر این برای با آب نوشاکی تامین نمودن اهالی یک چاه عمودی کنده از عمق 140 متر آب برآورده شد که حالا بیشتر از 600 خواجگی از آن استفاده میبرند. دوام 9 ماه سال 2024 در حدود جماعت دهاتی به نام میرزا ترسونزاده شهر حصار با جلب مبلغ بودجت محلی سهم صاحبکاران و ساکنان خیرخواه و سخاوت پیشه بیشتر از 18 کیلومتر راههای اهمیت جمهوریوی و محلی داشته پورا منفرش گردیده همین گونه کارهای آبادانی و سبز و خرمگردانی من بعد نیز ادامه داده می شود. امروزها مردمی بنیادکار جماعت دهاتی به نام میرزا ترسونزاده دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوریمان محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خود نموده راه آبادکاری بنیادکاری را پیشه کرده امروز در حدود جماعت دهاتی به نام میرزا ترسونزاده با مسافه زیاده از 18 کیلومتر منفرش کرده شده است که با مبلغ زیاده از 12 میلیون و 600 هزار مبلغ صرف گردیده است. البته این آخری کار نیست. ما اقدام گرفتیم که در آینده باز زیاده از 5 کیلومتر راه‌های بین دهه‌های حدود جماعت را منفرش کرده آبادکاری را ادامه دهیم. همه این تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روانه گردیده آبادکاری و سازندگی ها در حدود شهر حصار وسعت داده می شود تا این جشن پرشکوه ملی را با دستاوردهای سزاوار استقبال گیرند. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر حصار. اخبار.